روز یکم دکامبر در مرز جماعت چورکوی اسفره با جماعت کوکتوش نویه بادکند قرقیزستان دو حادثه گروگانگیری روی داده است. بنا به خبرها از طرف تاجیکستان ساکن دیهه دغمه قرقیزستان ایداروف را بازداشت کردند و در پاسخ ساکنان دغمه معلم مکتب رقم 64 محله سامانیان جماعت چورکو کمالالدین صابروف را گروگان گرفتند. گفته می شود که هر دوی آنها در بازداشت لطکوب و شکنجه شدند. هم ایداروف و هم صابروف شام یکم دکامبر از بازداشت رها کردند. کمالالدین صابروف به گفته ساکنان سامانیان وقتی در نزدیکی مکتب از جانب ساکنان آن طرف مرز دستگیر کرده شد که روی خوانندگان مکتب را که در نزدیکی مرز جایگیر شده است نظارت میکرد. نبی خان نبیف مدیر مکتب رقم 64 دیهه سامانیان به رادیوی آزادی گفت از معلم خواهش کرده بودم که رفت آمد بچه ها را نظارت کنند. یک گروه از ساکنان محله قرقیزنشین او را به ماشین بار کرده بردند. بگویی با دخالت کارمندان حفظ حقوق و ترتیبات رها کردند. نشانبای صابروف پسر کمالالدین صابروف در صحبت کوتاه تلفنی گفت پدرم را خیلی عذاب دادند و حال او در بیمارخانه بستری است. ایداروف بعد رهاییش به ژورنالیستان قرقیز گفته است که روز یکم دکامبر وقتی بازداشت شد که به سراغ یک گاو میخش را کنده از خانه برآمده به طرف مرز تاجیکستان رفت. او میگوید که وی را پسر همسایه تاجیکش دستگیر کرد. ایداروف گفته است که او را به تاخانه مکتب محله سامانیان برده شکنجه دادند ولی بعدا میلیساهای تاجیک وی را از آنجا بیرون آورده آب دادند که سر رویش را بشوید و با این نصیحت که مرد صلح خورده است و کاری نکند که باز مناقشه شود جواب دادند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در پایان ماه اپریل سال جاری بر اثر زدوخوردهای مسلحانه در مرز قرقیزستان و تاجیکستان 55 نفر کشته و حدود 240 کس زخمی شد. این زدوخوردها خونین‌ترین مناقشه در تاریخ مناقشه‌های مرزی آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می شود.